خوش اومدید به این قسمت از ویدیو. تو این قسمت قراره یه بازی عجیب رو بهتون معرفی کنم. بازی 1,000,000 بازی در یه بازی که به صورت آفلاین است و این بازی شاید بگه که خیلی گرافیکش پایین باشه و اینا. نه، به نسبت حجمی که داره گرافیک برای هر بازی به نسبت خودش خیلی خوب طراحی شده و شاید بعضی از بازی ها رو بهتر از گرافیک اصلی خود اون بازی طراحی شده. حالا بازی های خیلی معروف و باحال داره و حتی بازی جدیدی که تا حالا ندیدشون. بازی فوتبال تک‌پا و حتی بازی تانک بته، حتی بازی بیلیارد هم داره. حتی این بازی شخصیت معروف هم داره. به علت اینکه خیلی لگ بالایی داره و تو بعضی از بازی ها به شدت گرافیک پایینه و یه دروغی دیگه هم که متوجه شدم همینقدر بازی داره و 1,000,000 بازی نیست. به این دو دلیل من نمره 3 از 10 میدم.